الان ملک بخریم یا نه؟ قیمت ملک میریزه؟ تا آخر این پست بمون تا دستگیرت شه که اوضاع از چه قراره، چون میخوام بهت بگم که دقیقاً باید چیکار کنی. اتفاقی که الان داره میفته اینه که همه بازارها مدام در حال اصلاحن. این از نوسانات طلا و بورس و ثابت موندن نرخ ارز تو چند وقت گذشته میشه حس کرد. بازار خودرو هم که حسابی داره اصلاح میشه. چرا؟ چون تناسب عرضه و تقاضا به هم خورده. یعنی چی؟ یعنی خودرو سقفشو زده و دیگه مصرف کننده زورش نمیرسه که بخره، بنابراین قیمتش داره میریزه. حالا بریم سراغ ملک. اگه شرایط همینجوری بمونه قیمت ملک سعودیه، ولی تعداد معاملات کم میشه. چرا؟ چون تولید خیلی کمه، دولت داره از طریق مالیات کلی فشار میاره، هزینه‌های ساخت داره حسابی بالا میره، بحث تورم و اینا رو هم که دیگه میدونید، و ملک از هر کالایی تو این دنیا مهمتر و با ارزش‌تر. همه اینا دست دست هم میدن که شاهد افزایش بشیم. ولی اینو بدون، تاریخ اینو میگه، قیمت ملک همیشه بالا میره و تو همون نقطه میمونه تا بقیه بازارها بهش برسن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی اگه از تورم خارج بشیم و بازارها نزولی بشه، قیمت ملک رو همون نقطه میمونه و میره تو رکود. حالا رکودش چقدر طول میکشه؟ در بدترین حالت 3 سال. اونم فقط واسه املاکی که گل بازار نیستن. نتیجه گیری ملک بخر. چی بخریم؟ اول آپارتمان مسکونی، بعدش هم زمین. خلاص.